سلام بچه‌ها، خوش اومدین به ویدیوی جدید. امیدوارم حال تک تکتون خوب باشه. اینجا کانال کلیمستر هست. امروز اومدم با ویدیویی که بهتون دیروز گلش داده بودم، یعنی دامون کردن کانال. دیروز یه ویدیو آپلود کردم که تلاش کردن تمام کانال رو توش گذاشتم و امروز همونطور که گلش داده بودم دایموند کردن سریع‌ترین راه دایموند کردن گان ها رو براتون میذارم. اگه از این ویدیو نکنید حتما ویدیو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید، اون زنگوله بغلش هم بزنید که اگه ویدیو آپلود کردم براتون ارسال بشه. لایک کامنت هم فراموش نشه. قبل از اینکه بریم سراغ موضوع، یه تیم اپ تو آلکاتراز گذاشتم، حتما اون رو ببینید. عشق منید، بریم سراغ ویدیو. خب بچه‌ها، بریم سراغ ویدیو. اولین چیزی میتونم ولی لوگات میشیم تو این توالت مولتی. بعد اولین گزینه‌ای که برامون میاد اینه که باید برای اینکه بتونیم دایموند رو باز کنیم باید طلایی اون گان رو داشته باشیم. آموزش طلا کردن این گان هم تو چنل هم هست، لینکش هم تو دیسکریپشن براتون گذاشتم، حتما برید نگاه کنید. ما تو این ویدیو میخوام ببینیم که چطوری این اسکین خوشگل و زیبا رو باز کنیم. میریم روی این، همینطور که میبینیم من 74 تا رفتم جلو. یعنی چی؟ یعنی میخوایم بپرسید چطوری رفتم جلو. اولین کارش باید بکنید، به ما گفته که باید شما 10 کیل در هر بازی بگیرید. یعنی
تو 120 تا بازی 1200 تا کیل بگیرید. یعنی این چطوری ممکنه؟ از اینجا خارج میشید، میرید دو حالت مولتی، اینو میذارید رو این. اگه میخواین حدود دو یا فقط میتونید تو 2 تا گان رو تقریبا تو هر بازی دایموند کنید، ولی میذارید رو چیگمنت و استارت میکنید و میرید تو بازی. ولی من بهتون امروز آموزش میدم که چطوری حداقل بتونید تو یه بازی 7 تا 8 گان رو به دایموند شدن نزدیکتر کنید. اولین کاری که میکنید میرید لودت خودتون و تمام لودتون رو گام میچینید و هر کدومو که دوست داشتید، هر گانی رو که دوست داشتید میچینید، مثل M4، مثل شاتگان، مثل اسنایپ، مثل AK117، هر کدومو که عشقتون میکشه. و یه اتچمنت خوب هم براش بذارید. اگه اتچمنت تمام گان ها رو میخواین حتما تو کامنت ها برام بگید، تمام اتچمنت گان ها رو براتون میذارم. و یه حالت دیگه هم هست که میخوام اونو براتون بگم. بذارید از اینجا خارج بشم. باشه، از اینجا خارج میشی و دوباره رو نقشه میزنید و به جای این میرید رو حالت اولیه، به جای این میرید بالا صفحه سمت راست رو میزنید و دوباره رندوم رو میزنید و میرید رو حالت دوباره شیگمنت رو انتخاب میکنید و تو این مپ شما میتونید حدود 7 تا 8 گان رو به دایموند شدن نزدیکتر کنید و میتونید یعنی 7 تا 8 تا گان رو عوض کنید تو مپ. اگه از این ویدیو خوشتون اومد حتما ویدیو رو لایک کنید، چنل منم سابسکرایب کنید، اون زنگوله بغلش هم بزنید، لایک و کامنت فراموش نشه. عشق منید. خداحافظ.